خط جاده، خطوط گندمزار و خط یک دیوار و گردش در پی جایی که خانه باشد و رفتن و برگشتن و این یک دایره کامل نیست. خاله منصوره میشه من ماشین رو ببرم؟ میخوای ببری ببر، فقط قبل از اینکه هوا تاریک بشه برگرد. میخوای از شام بزن بپرسونی اگه بخواد راه میاد. یه منظره خیلی خاصیه. آره وقتی مهرم میاد توش خیلی عجیب غریب میشه. به نظرتون خونه است اونجا؟ کدوم؟ اینجا یه دونه چیز هست، یه مثل خونه است به نظر من. اون طلاییه رو میگی؟ آره همینطوری حرف میزنم. بخوام من یه از این رو بگیرم. شاندیس یه دقیقه تکون نخور. و خطی از تو به من و برعکس و عکسی که مرا به تو وصل می‌کند و خطی از رنگ که ترجمه واقعیت است روی کاغذ و خطی از آنچه هست و نمیخواهی و آنچه نیست و میخواهی. من خدمت خانم جوانگیری هم عرض کردم خونه داخل بافت توی روستا به اون شکلی که حالا خونه سنتی باشه شما بتونید خریداری کنید کسی نمیفروشه. این خونه ها دیگه برای فروش نیست، ولی خب زمین داخل بافت هم هست با مجوز براتون اگه بخواین هم سنتی میسازن هم مدرن، مشکلی هم نیست. حالا من چند جا رو میریم نشونتون میدم اگه مورد پسندتون بود. خب کلن هم اینجا به صورت کارشناسی باشه و اینا نیست. الان هر کی مالک هرچی دلش بخواد قیمت میذاره رو زمین ها متاسفانه. و خطی که مردی عارف را به مشاور املاک وصل می کند. این سری خطه هست اینجا تقریبا 300 متری میشه. از اینجا زمین شروع میشه تقریبا از متر 300-400 هست تا 1700-800. خب این زمین هستش هنوز تفکیک نکرده، قیمتش مناسبه، تقریبا 5000 متره. حالا شما خودتون هم میتونید بگیرید تفکیک کنید برای فروش یا سرمایه گذاری هم محسوب میشه. برای سرمایه گذاری هم مدارتون هست اون چیزی مناسب میشه. و خطی که پاک می شود تا خطی نو اضافه شود.